آرسوندونگ با ویژگی‌های منحصر به فرد و جاذبه‌های طبیعی استثنایی یکی از شگفتی‌های طبیعی کشور ویتنام است. این غار که در دل پارک ملی فونگ ناک بنگ واقع شده و در نزدیکی مرز لاوس قرار دارد، به عنوان بزرگترین غار جهان از نظر حجم شناخته می‌شود. نام سوندونگ به معنی غار رودخانه کوهستانی یا غار کوههای پشت روستای دونگ است که خود نشان دهنده پیشینه فرهنگی و تاریخی منطقه‌ای میباشد که این غار در آن قرار دارد. بازدید از این غار به ما این امکان را میدهد که به عمق شگفتی‌های طبیعی زمین پی ببریم و از منظر علمی، فرهنگی و گردشگری به آن بنگریم. آرسوندونگ همچون یک معجزه طبیعی در دل جنگل‌های دست نخورده ویتنام قرار دارد. این غار در پارک ملی فونگ بانگ قرار دارد و ویژگی‌های منحصر به فرد آن ما را به فکر وامی دارد که چگونه طبیعت قادر است چون این شگفتی‌هایی را در دل زمین خلق کند. آرسوندونگ در منطقه‌ای واقع شده که به دلیل وجود جنگل‌های انبوه و تنوع زیستی منحصر به فرد مشهور است. پارک ملی فونگ بانگ که غار سوندونگ در آن قرار دارد، در شمال مرکز ویتنام واقع شده و از مهمترین جاذبه‌های گردشگری این کشور به شمار می‌آید. این پارک ملی که در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده به دلیل داشتن ویژگی‌های طبیعی، زمین‌شناسی و تنوع زیستی بی‌نظیرش مورد توجه قرار گرفته است. غار سوندونگ در نزدیکی روستای باوو و در حدود 20 کیلومتری از شهر دونگهو واقع شده است. موقعیت دقیق این غار در رشته کوههای کارست قرار دارد که یکی از سیستم‌های کوهستانی بزرگ و مهم در ویتنام محسوب می‌شود. این سیستم کوهستانی به دلیل وجود سنگ‌های آهکی و ساختارهای کارستی، شرایط ایدئالی برای تشکیل غارها و تونل‌های زیرزمینی فراهم کرده است. آرسوندونگ به لحاظ زمین‌شناسی در مقایسه با دیگر غارهای آهکی سن کمتری دارد. این غار حدود 2 تا 3 میلیون سال پیش شکل گرفته و بخشی از بزرگترین سازه سنگی آهکی آسیا است. این غار که قدمت آن به بیش از 400 میلیون سال میرسد، از فشرده شدن و تزیه صدف‌ها و اسکلت‌های جانوران دریایی باستانی شکل گرفته است. این فرایندهای زمین‌شناسی به همراه فعالیت‌های آبی و فرسایش منجر به ایجاد این غار عظیم و شگفت‌انگیز شدند. 2 رودخانه از داخل غار عبور می‌کنند و با فرسایش تدریجی دیواره‌های سنگی، تونل‌های بزرگی را در دل زمین ایجاد کردند. این فرایند طبیعی به غار سوندونگ ویژگی‌های منحصر به فردی داده است که آن را از دیگر غارها متمایز می‌سازد. برخی از گذرگاه‌های این غار به قدری بزرگ هستند که حتی یک هواپیما می‌تواند از آنها عبور کند. غار سوندونگ دارای یک اکوسیستم بسیار منحصر به فرد است. جنگل‌های سرسبزی در داخل این غار دیده می‌شود که به لطف شکاف‌های سنگی عظیمی که به نور آفتاب اجازه ورود می‌دهند رشد کردند. این ویژگی در کنار وجود رودخانه‌ها و منابع آبی باعث پیدایش تنوع زیستی در این ناحیه شده است. گونه‌های مختلف گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم‌ها در داخل غار زندگی می‌کنند که برخی از آنها به دلیل شرایط خاص غار منحصر به فرد و نادر محسوب می‌شوند. این تنوع زیستی غار سوندونگ را به یک منطقه پژوهشی جذاب برای دانشمندان و گردشگران تبدیل کرده است. آرسوندونگ ویتنام در سال 1991 توسط یک کشاورز محلی به نام هو وان لونگ به طور تصادفی کشف شد. هو وان لونگ در حین بررسی زمین‌های کشاورزی خود و در جستجوی چوب‌های عود ناگهان با ورودی این غار مواجه شد. با این حال صداهای هولناک رودخانه‌ای که از عمق غار به گوش می‌رسید او را ترساند و از کاوش بیشتر بازداشت. هو وان لونگ از ورود به غار پشیمان شد و به خانه بازگشت و کلاً این مسئله را فراموش کرد. در سال 2007 آقای هوارد لیمبرت و خانم دب لیمبرت که عضو انجمن تحقیقات غارهای بریتانیا بودند، در حال بررسی و کاوش در پارک ملی فونگ دریافتند که یک غار در این منطقه وجود دارد. هوارد لیمبرت و دب لیمبرت با پرسجو با هووانوان آشنا شدند و به سراغ او رفتند و از او در مورد غاری که کشف کرده است سوالاتی پرسیدند. هوارد و دب لیمبرت از این کشاورز خواستند تا محل غار را به یاد بیاورد و به آنها بگوید. هو وان لونگ
با جستجوی مجدد در پارک ملی فونگ توانست ورودی غار را دوباره پیدا کند و به هوارد و دب لیمبرت خبر داد. در سال 2009 یک گروه از غارنوردان بریتانیایی به سرپرستی هوارد لیندسی و دب لیمبرت به طور جدی به بررسی این غار پرداختند. این تیم با نفوذ به عمق غار و بررسی ساختارهای عظیم و یخچال‌های طبیعی آن، حجم و ابعاد حیرت‌انگیز سون دونگ را برای جهانیان به تصویر کشیدند. نتایج این اکتشافات به سرعت خبرساز شد و غار سون دونگ به عنوان یک جاذبه گردشگری طبیعی و شگفت‌انگیز معرفی گردید. این کشف به غار سون دونگ هویتی تازه بخشید و توجهات را به جاذبه‌های طبیعی و تنوع زیست محیطی ویتنام معطوف کرد. غار سون دونگ با طولی بیش از 9 کیلومتر و ارتفاعی که در برخی نقاط به بیش از 200 متر می‌رسد، توانسته است تا معجزه‌ای از طبیعت را به نمایش بگذارد. وجود فضایی که به اندازه‌ای وسعت دارد که می‌توان در آن یک ساختمان 40 طبقه را به راحتی جای داد، نشان دهنده عظمت این پدیده طبیعی است. این غار تنها به دلیل بزرگ بودن از نظر ابعاد به شهرت نرسیده است و ویژگی‌های منحصر به فردی دارد. درون این غار چشم‌اندازهای شگفت‌انگیزی از اشکال و ساختارهای سنگی به همراه اکوسیستم‌های متنوع وجود دارد. وجود یک رودخانه بزرگ در داخل غار باعث حضور جانداران مختلفی در این مکان شده است که نمی‌توان آنها را در هیچ مکان دیگری پیدا کرد. همچنین نور طبیعی که از نقاط مختلف به داخل غار نفوذ می‌کند، فضایی منحصر به فرد و جذاب خلق کرده است که همواره توجه محققان و گردشگران را به خود جلب می‌کند. یکی از عجایب طبیعی این غار رودخانه‌ای زیرزمینی است که در طول غار جریان دارد. این رودخانه ترکیبی از آب دو رودخانه بوده و به طول تقریبی 5 کیلومتر در دل سنگ‌های آهکی جریان یافته است. عبور از این رودخانه برای بازدید کنندگان تجربه‌ای بی‌نظیر و هیجان انگیز به ارمغان می‌آورد. عمق آب در برخی نقاط به حدود نیم متر می‌رسد و در زمان‌های بارانی سطح آب می‌تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد. صدای دلنشین و وهم‌آلود جریان آب فضای غار را به یک دنیای خیالی و رویایی تبدیل می‌کند. در درون غار سون دونگ استالاگمیت‌ها و استالاکتیت‌های غول‌پیکری وجود دارند که توجه بازدید کنندگان و پژوهشگران را به خود جلب کردند. یکی از این استالاگمیت‌ها به نام دست سگ شناخته می‌شود و با ارتفاعی بالغ بر 80 متر به عنوان یکی از بلندترین استالاگمیت‌های جهان مطرح است. این ستون عظیم نمایشی از هنر طبیعت در شکل دهی به سنگ‌ها است که در اثر رسوب آب در طول میلیون‌ها سال به وجود آمده است.